خسور عزیزان از نفران هست که برای ما محرم ابدی هست، محرم ابدی هست. و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، میگوید پروردگار در وقت شماردن محرم ها، و همسران فرزندان شما برای شما محرم هستند. حتی زن و شوهر از هم جدا شوند هم خسور یا پدر شوهر همیشه محرم میماند. اما این معنایش این نیست که تا دیگر حمام کناندن و به این چیز برای عروس یعنی این چیز را بمانند. خانواده داماد یا گفتیم خانواده شوهرش، گفتید هیچ کس نیست، بیچاره پدر تنها هست، پیر و فرتوت است، یگان نفر غیر از من نیست، خیلی بیمار است. در اینجا می توانید در حدود شهر، البته عورت او را نکشوده، یعنی حتی با سر و لباس هم باشد، یعنی تماما نگاه نکرده، دیگر او که مثل کودک می شود. یعنی پیرمردانی که 80-90 میگذرند، خصوصا بیمارها، دیگر عقلشان هم مثل کودک میشوند و آنها عموما به شهوت یگان میل ندارند. یعنی در این وقت اگر هیچ علاج هم نیست، گفتید میتوانید غسل کنید و برای این ثواب هم میگیرید. و پدر گفتن با مقصد احترام باشد، مادر گفتن هم با مقصد احترام باشد. حتی بیگانه رو پدرگویی هم بوکه ندارد، پدر جان مادر جان گفتن با مقصد احترام. همون حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی از کفر این است که یک نفر پدر خود را بماند و کسی دیگر را پدر گوید، میگویند من ادعا لغیر ابی فقط کفر. بود خطا نکنم لفظ حدیث که کسی که پدر خود را یک سو گذارد و یا گفتیم از پدر خود عموما دست کشد و دیگر را پدر گوید، او در حقیقت کافر شده است، به معنای اینکه کلاً از دین بیرونه، یعنی به گناه کبیره دست زده است. اون به معنای این است که تو پدر خودت رو میشناسی اما میگویی او پدر من نیست، من این گونه پدر رو نمیشناسم. یعنی بعد از طلاق بسیاری از مادران همین چیز رو در قلب کودک جا میکنند که او دیگر پدر تو نیست، او رو پدر نگو، او تو رو پرتافت و رفت، او به تو نگاه نکرد. با همین کم نیستن فرزندانی که میگویند من او رو پدر نمیگویم، من حتی نام او رو نمیخواهم به دهان بگیرم. انا این گونه کار یا معامله کردن ببخشید در حقیقت گناهی کبیره است. وقتی که پدر خود را عموما نمیخواهی پدر بگویی و عموما از پدر خود اینقدر نفرت داری که حتی میگویی او به من پدر نیست. انا این رو پیامبر عموما ممکن نیست گفتن و حتی کفر گفتن این گونه عمل را، برای اون که انسان پدر خودش را، یعنی هر چی باشد هم آره، نه برای همه پدران صالح نصیب می شود، ولی هرچی باشد هم قرآن به ما می آموزد که آزر پدر ابراهیم همراه دشمنان برای عذاب دادن ابراهیم دست داشت و حتی ابراهیم را تماما از خود رانده بود و حضرت ابراهیم به این هم نگاه نکرده، سلام علیک ساستغفر لک ربی، برای تو من همیشه سلامتی میخواهم و حتی برایت از پروردگار طلب استغفار میکنم. گویان جواب داده بودند اگرچه اینقدر بدترین پدر داشتن، یعنی چگونه پدر نداشته باشید هم او را باید پدر قبول کنید و بدانیم که پدر و مادر این مسئله تقدیر است. یعنی ما به خود پدر را انتخاب نمی کنیم، مادر را انتخاب نمی کنیم، این تقدیر است که هر پدر و مادری که برای ما نصیب شد بر آن قبول کنیم و راضی باشیم و شکر گوییم و پدر خود را هر کی باشد هم پدر قبول کنیم و پدر بگوییم. و